فرمایند که در یک زمان یکی از انسانهای صالح بود که خود سیدزاده بود، همسرش هم سیدزاده بود، یعنی اولاد جناب پیغمبر بود. این شخصیت خودش وفات کرد، همسرش همراهی 3 طفل یتیم باقی ماندند. زمان قحطی آمد. این شخصیت میگه این زنی که بگیم اکو همراهی بیوزن مان، همراهی طفلهای یتیمش، نزد امیر شهرش رفت. از او بسیار التماس کرد، گفت من یک زنی تنها هستم، شوهرم وفات کرده است، من یاردم که دستگیری کن. حتی میگه با حالت رسید گفت من سیدزاده هستم، من اولاد جناب پیغمبر هستم. این امیر که از بعض امیرها و سردارهای منافق صورت و خیانتکار بود باور نکرد، و سوی این زن گفت که اگر تو سیدزاده باشی که حجت و دلیل تبیار که یگان شجرتنامه، یگان یعنی عهدنامه داری که تو در اصل اولاد پیغمبر هستی. قصه کوتاه هرچند گفت این شخصیت میگه قبولش نکرد، چیزی براش هم نداد. این زن ناامید از او خانه برآمد. این امیره، یعنی این سردار و رئیس، جاینشینش میگه یک شخصیت مجوسی آتش پرست بود. علاج نیافت. این زن میگه نزد خانه اون مجوسی رفت، یعنی جاینشین این امیر، نزد خانه وی رفت. از او بسیار التماس و زاره کرد، گفت من بیوزن هستم، 3 طفل یتیم دارم. بعد از اون نامبر کرد، گفت من اولاد پیغمبر هستم، سیدزاده هستم. این شخصیت مجوسی وقتی فهمید که سیدزاده، میگه بسیار به خوبی پیشوازش گرفت، احترامش کرد، در خانهش مخصوص براش جا کرد، لباسه و سر بدنشون علش کرد و خوراکه های خوب براشون داد. این روز از بین گذشت، شب شد. این امیر میگه بعد از کارش به خانهش رفت. وقتی خواب رفت، در خواب میگه صحرای قیامت در خواب دید. خواب دید که در صحرای قیامت است، خداوند جنت براش نمایان کرده است، در نزد یک قصر جنت ایستاده است، خیلی قصر عالی هست و جناب پیغمبرم در نزدش ایستاده است. این امیر شخصیت میپرسه، میگه یا رسول الله این قصر زیبای قدر قصر عالی قصری کی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و میگه این قصر از یک امتهای من است، از یک مسلمانهای امتی من است. این امیر میگه که یا رسول الله، میگه از یک یعنی مسلمانهای امتت باشه، منم مسلمان امتی ته هستم، همین قصر برای من ببخش. میگه جناب پیغمبر صلی الله علیه و میگرده به سوش، میگه که ای امیر، میگه در این دعوات حجت و دلیل داری؟ چی نوعی که دین روز فرزندی من دلیل پرسیدی که تو سیدزاده باشی، دلیل داری؟ چی نوعی که دین روز فرزندی من از در خانه ناامید کردی، رایی کردی، گفت سیدزاده ام، قبولش نکردی؟ چی نوعی که از فرزندی من، از اولادی من دلیل پرسیدی؟ آیا تو هم دلیل داری که مسلمان هستی؟ این شخصیت میگه یک تکان خورد، از خواب بیدار شد، سر و بدنش وجودش عرق کردگی، وجود میلرزه. از خانه بیرون شد، در حال میگه خدمتگارها را پرسید شب است. گفت همون زنی که نزد من آمد در کجا هست؟ در حال جستجو کردن، گفتن در خانه فلانی جاینشین شما مجوسی است، آتش پرست. میگه این شخصیت در حال خود میگه دوان آمد به پس در خانه را زد. این جاینشین امیر بر آمد از پیش راهش، گفت حضرت مرحمت بفرمایه. بسیار التماس کرد، گفت همون مهمانها تا برای من بوده، همون مهمانها را بوده که من برم در خانم عزت کنم، قدردانی کنم که چه مهمانهای بزرگ بودن، من به قدرشون نرسیدم. این مجوسی گفت که حضرت هرگز من این مهمانها ما برای تو نمیتیم. گفت با چی خاطر؟ گفت به خاطره که همون لحظه که جناب پیغمبر شما را جواب داد و قصر نداد، همون لحظه جناب پیغمبر من فریاد کرد قصر برای من بخشید. همون خوابی که تو دیدی، اون خواب من هم دیدم.